تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. نوشینه. زنی زنان بود نوشینه، یکتایی زمان بود نوشینه، دشمنی ناتوان بود یاسمه. یاسمه از خواب میخست، خود را مرتب میساخت، چشمانش سرمه، ابروش اسمه میکشید، لباسی تازه میپوشید، به مویش گلاب میپاشید. بعد گورس گورس و چورس چورس پارسنان براه میافتاد. خود را کپکی دری و سرویسی میانگاشت یاسمه. اگر کپکی دری یا سرویسی بود نوشینه بود، هرچند خمیازکشان و لابزنان از خواب میخیست، سر رو گربشو میکرد، بعد ستیل را میگرفت و پیش رو بری خانه را آب میزد، جاروب میگرفت و میرفت میچکید که ترجمه یاسمه جاروب میکشد و پل میگیرد. او جاروب میزند و یک تینی سیاه نمیگیرد. فراش مکتب بود یاسمه. همه زنها خانشین منصوب میشدند. کارگر بود یاسمه. بیگانه بود و بیگانگی میکرد یاسمه. میره که زنباره بالای زنش او رو زن کرده آورده بود، بعد پرتافته رفته بود. به زادگاه خود برگشتن نمیخواست. یاسمه کسی ندارم میگفت یاسمه. والدین وی آخ کردگی با زرده میگفت نوشینه. بیگاه رفتن و رفتن نمیخواست یاسمه. صبحی بر وقت روبوچین را خوش داشت یاسمه. این به سبب نیست نوشینه. معلمی برنا و زیبا آمده، تازه آمده، زاووش نام دارد. چون این نام را شنیده ای نوشینه؟ خواهر جانت شادمانه نیز نشنیده؟ این ترجمه می رود، همه صنفا را می شوید، بعد به دفتری زاووش می آید. چونان با حوصله چونان به عجله می شوید و می روبد که تا خودی زاووش نرسد با او سلام ندهد، بهانامه را گرفته به درس خانه نرود. آنگاه این ترجمه کار را انجام می دهد و پر سرور و پر غرور بر می گردد. گورس گورس چورس چورس پارسنان. تو دانی خدا شادمانه، به نام خدا نوشینه. سری راه یاسمن کمین گرفت نوشینه. حالا دست به پیچه های یاسمه می زند. نوشینه از خشم پیدا می شود یاسمه، زبانگیر می شود، دو قدم به قفا می رود، راه فراخ می کند نوشینه. خواهر جان شادمانه، دلم سوخت بر روسبی یاسمه. سرش به سنکا نزدم، غریب نوازی کردم، حوالت به خدا گفتم و رفت. باران نرم نرم ریزه ریزه می بارد شادمانه. دلم می خواهد که تیر و کمان شود، از خانه من سر زند و به مکتب انتها یابد. خدا به من قوت دهد، معجزه نماید، من سبک و بیباک روی کمان گام بردارم. همه به تماشا برآیند، طلبه ها هم برآیند، معلم ها هم برآیند، مات و مبهوت مرا نگرند. فریشه شده است نوشینه، مغل بردارند بچه ها. دلی پاک و بیکینه که دارد روی پلی فلک چون ملک می گردد. بسویم روی مالچه افشانند زنها. من آرام و بیباک به میدانچه مکتب فرود آیم. بچه ها اوره، زنان با گل و گلدسته پیشواز آیند. وی معلمی نو از زم پیش رسد، مرا به آغوش کشد، از دو بری رویم بوسد، گونه های من لالگون گردد. وی به شفق آید، دستی مرا گیرد، به سوی خانه‌اش برد و به همه عالم گوید من به این فرشته عالم خانه‌دار می شوم. آرزو کردن نمی مانند خواهر جان شادمانه. نمک داری نوشینه؟ به دختری من پیراهنی عروسی بیبر نوشینه. دو جفت کلوش خریدم، یکی را بخر نوشینه. چیلی کوشا نوشینه، مرهم دلها نوشینه، شاهی بدیها یاسمه. هیچ خبر داری؟ نوشینه چی روسیایی ها می کند یاسمه؟
هنری تباهی به راه مانده است یاسمه. هر بیگاه خوراک گرم می برد یاسمه. از راهی شکم بدلی زاووش راه یافتنی است یاسمه. شرمندگی از این زیاد می شود نوشینه. دامادها را یک یک پیشی چشمت می برد یاسمه. تو می مانی و سری سختت نوشینه. تباخی را فقط می داند یاسمه، اما شرم و حیا دارد نوشینه. از دوست و از دشمن ایبا دارد نوشینه. دستی گیرا و عقلی رسا دارد، چشم بینا گوشی شنوا دارد نوشینه. کوری خداست به شرم و به حیاست یاسمه. غریب نوازی بس میگویم خواهری جان شادمانه. به عروسی آماده بود یاسمه، کلی ده هواخواهی یاسمه. گوشواره های من سزاواری توی یاسمه، از سراندازی من رو نگردان یاسمه. تنگه های سالی دراز غون کرده ام، نصیبی سرچاشی تو بودند یاسمه. کسی هواداری تو نیست نوشینه، پیر دختر میری هم کسی را کار نیست نوشینه. این داماد را هم که از دست دادی، دیگر روی گرم و بیستری نرم را نمی بینی نوشینه. هنوز که دیر نشده برخیز نوشینه. از جای میخیزد تبر را میگیرد نوشینه. سری یاسمه را با تبر خواهد برید نوشینه. گوجا میری شتابان نوشینه، خانه اجل رسیده یاسمه. در ده ما یاسمه نام زن نیست نوشینه. خواهری جان من شادمانه هم نیست میگویی؟ یاسمه و شادمانه را در خیال خود ساخته ای نوشینه. برگرد و خانه رفت نوشینه. پس نیستن یاسمه و شادمانه، تبر را می پرتاید قاه قاه می خندد، ارغوشت می رود نوشینه. دیوانه خداست نوشینه، از همه جداست نوشینه و همیشه با ماست نوشینه. ببرک لولی. ببرک لولی به اسبی سیاه مشکین، امکی سردار پدری خالدار چلدروغ دل باخته بود. دردمند بود، سرسخت، جوانمرد به نازنین دل بازد. این سودایی به اسبا دل می باخت. انگار او را چون دیگران از صندوق مامانه از آخوری اسبا یافته باشند. عشق زن خودی زن را به یک تینی سیاه قدر نمی کرد. وفاداری را از اسب بیاموزد، زن را با روی رنگین و دلی سنگینش رها سازد. جوانمرد همان است که سخن را زین زند، اسب را زین زند، زن را زین زند. مبادا کس از زن مهر جوید، که در شوره بیابان گل نروید. به اسب دل که باخت، سنگار چینی می شد بدبخت. برای به اسب صاحب شدن آماده بود مادرش را به گرو ماند، پدرش را از گور بیرون کشد، خواهرش را به تکاور عوض کند. جنونی مردی از اسب آبی کلی کهربا نسل گرفته پیش جنونی ببرک لولی هیچ. در بوزکشی یکتای عالم بود. صد شکر خدا را که سرمدهی نبود قلا. کسی را عقل و قول و هم وفا نیست، یقین دان او زی سرمدهی ما نیست. اما پیوندی خیشی داشت. خواهرش همسری خالی دیوزوری ما بود. روی میدان که می آمد سرمدهیان هواخواهی او می شدن. به هر ریب دادن اسبش، به هر هنر نمودن خودش غیره و هیاهو می زدن. ظفری او را ظفر خود، شکست او را شکست خود می حسابیدن. بس یا مشکین امکی سردار دل بخت و راهی بین دیهشان و دیهمان را آخورچه کرد. یک روز آمد، دو روز آمد، سه روز آمد، هیچ سودایش به صاحب اسب نپخت. امکی سردار دو پا را در یک موزه خسته بود که نمی فروشم. ببرک از صد راه سر زده همه یار و آشناهایش را واسطه کرده بود که می فروشی. عاقبت خیرگی ببرک بدلی امکی سردار زد و زن سه طلاق خورد که تا زنده است سیاه مشکین را نمی فروشد، اگر مرد اختیاری پسرانش. ببرک لولی گویا دست و دل شست و رفت. یک ماه کسی او را نه در ده ما دید نه در ده خودش. بعد یک ماه او پیدا شد و سیاه مشکین غیب زد. اسب در طویله بسته بود، دری طویله بسته بود، دری حوله هم بسته بود. صبح دری حوله بسته بود، دری طویله بسته بود، اما اسبی در ستون بسته نبود. اندگار گنجیش شده از روزنه رسته بود. امکی سردار از ببرک گمانبر شد. در این آبرو گاو جگری دیگر نبود، قلاب و چپ دست هم.
کسی دیگر به جای عمکی سردار بوده بود. بیشک همین گمان را زده بود. اسباز نبود عمکی سردار، لیک سیاه مشکین را از کرگی تربیت کرده بود. به این یک رانی خوش صورت و با فهم دیل بسته بود. سیاه مشکین اسب نبود، برایش دوست بود. صبح اسب را نیافته چون مرغی بال شکسته حیران و غضبان روی بام نشسته بود. نمیدانست چی بکند، سری سنگین خود به کدام در بزند. همه درهای جهان بسته به او، غیر از این غمکده کین هم بیدار. نهایت نتیجه گرفت که نزدی ببرک برود. ببرک حکایت عمکی سردار را شنیده دست به سر کوفت. هی دریغ، هی دریغ. 100 ره هی دریغ گفت. سپس افسود که چنین اسبی جانانه، چنین تکاوری شاهانه بینام و نشان گم نمی شود. یقین و مبین است که روز نه روز از خود درک می دهد. ساده نبود عمکی سردار که به افسوس خوردن و تسلا دادنی قلاب چون ببرک باور کند. از او عذر خواست و طویلش را کافت. از همسایه و خیشان ببرک نیز معذرت پرسید و به عاقل‌هایش سر خلاند. از سیاه مشکین او در ده نم نام بود و نه نشان. ناامید به ده برگشت. اسبی همسایه‌اش را به عاریت گرفته و تفحصی کوه و دره‌های دور و نزدیک پرداخت. به نتیجه шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филологии абдуҷалили амон аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. Коргардон Мавҷи Гул Юсупова. анҷоми гуфтори 40. шоду муваффақ бошед.